سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز. دوستان امروز میخوام بریم دامپزشکی. هم اون پرنده ای که مریض بود رو ببریم، هم این که بریم واکسن بگیریم واسه پرنده ها با هر تقویتی اینا. حالا خیلی از بچه SMS داده بودم واسم که برو مثلا همچون تقویتی رو بگیر از این داستان ها. بعد فعلا ببریم این پرندمون هم ببریم اونجا که ببینیم مشکلش چیه حقیقتا، چون چند روز اصلا غذا نمیخوره. بعد به جای اینکه طرف بشه از این داستان هم میبرم دامپزشکی ببینم مشکلش چیه. همین که چیز میکنم دیگه، واکسن میگیرم، حالا تقویتی هم، حالا هر چیزی اونجا ببینم چیا دارن، از این داستانا صحبت میکنیم با هم دیگه، ببینیم چه جوری میشه. اون پرنده ایه که مریض شدم اینه پرنده. بعد هیچی هم نمیخوره حقیقتا، اینجا هم گذاشتم. بعد قفسی چیزی ندارم که بذارم داخلش، مجبورم داخل یک کارتونی بذارم فعلا، ببرم ببینم چه جوری میشه، دکتر چی میگن. بعد اینکه با ما همراه باشید، امروز یه ویدیو دامپزشکی هستش که بریم ببینیم چیا میتونم بگیرم و چیا دارم. با ما همراه باشید دوستان. برای حمایت از من لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید. خب دوستان عزیز، ماشین اومده، پرنده رو گذاشتم داخل اینجا تا بریم و بیایم. دوستان عزیز، این کوچولو رو هم آوردیم دیگه، اینم دامپزشکی بریم ببینیم حالا چیا میتونیم بگیریم. حالا واسه واکسن هم اینا ببینم صحبت کنم ببینم چیا داره دیگه. حالا میریم داخلش، داخل چیز، حالا ببینم اجازه ویدیو رو هم میذاره که من بگیرم یا نه. حالا دم در که فعلا گرفتیم دیگه، حالا بریم داخل ببینیم چه جوری میشه دیگه. با ما همراه باشید دوستان عزیز. فعلا دوستان عزیز، واسه این کوچولو هم واکسن گرفتم، واسه بقیه اینو که واکسن زدم همینجا، هم واسه بقیه هم واکسن گرفتم، واسه چش دردش گرفتم چون این چش دردم گرفته چیزی کم. بعد واسه ویتامین هم گرفتم واسه شون. بچه‌ها عزیز، اینجا من سری قبلم که کبوتر داشتم، اینجا اومده بودم. بعد اینجا همه چی دارن دیگه، هم واکس هم غذایی واسه حیوانات دارن. بعد چند سال پیشم حدوداً آره دیگه سری قبل همینجا اومدم گرفتم. بعد الان این سری هم واسه عروس هلندیا حتی تشویقی گرفتم. اینم هم واسه مرغا گرفتم، هم واسه عروس هلندیا که استفاده کنن واسه تقویتشون دیگه. اینم بچه‌ها عزیز، حالا با ما همراه باشید بریم خونه که واکسن اون یکی رو هم بزنیم، واکسن اون یکی پرنده رو ببینیم چی میشه. ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، رسیدیم خونه. حالا این ویدیوی مقدار تیکه تیکه گرفتم. این پرنده ما، این چشش هم اینجوری شده. خب این ور چشش بسته شده، این ور بازه دیگه. باید حالا واکسنش هم زده، ببینم تلاش کنم یه مقداری حالا آب بهش بدم چون نمیخوره دیگه. ناگهان کلش مقدار کجه، مشابه نیوکاسله. خب بعد حالا یه قطره گرفتم واسه چشمش که چشمش هم بریزم که چشمش هم درست بشه. بعد اینکه خیلی از بچه حالا میدونم که توی واسه واسه چششون چیزم دارن، یه جوری کرم هم دارن که اونو از داروخانه انسانی میگیرن. ولی خب گفتم که از همون چیز بگیرم، از همون دامپزشکی بگیرم، حالا هر چیزی که داد بهم. بعد حالا گرفتم واسه اینم بریزم. بعد واکسنم رفتم گرفتم، این شده دقیقاً. بعد اینم که حالا فردا اگه بتونم فردا چیز میکنم، امشب نمیزنم فردا میزنم. بعد آره دیگه، اینا رو هم حالا گرفته بودم، هم یه مقداری به خروسا بدم، هم واسه عروس هلندیام. خیلی خوبه، ویتامین خیلی زیادی داره، عالیه. بعد اینم از این، تا حالا اینم خوب کنیم واکسن نشه که زدیم همونجا تا ببینیم چی بشه.
خب دوستان عزیز یه سرم بریم کنار پرنده های دیگه، ما رو بهتون نشون بدم که در چه حالن. ای بابا، خودم که رفتم خروسا رو اینجا آزاد گذاشتم چون اینجا غذا ریخته بودم، اینا همه خوردن، الان سیرن نسبتا. خب دوستان عزیز بریم داخل لونه. این عشق رو نگاه کن اینجا اومده. حالا واکسن واسه همشون گرفته بودم چون گفتم اینو نگاه کن. خب مرغی اومده اینجا، بودو بیرون. این غذا بیش دادم ولی دوباره میریزم واسه تو، برو بیرون الان. اینجا نه، اینجا نیا. خب اینا رو چون خطریه، اون کفتر هم حقیقتا کنار اینا بودن. خب چون کنار اینا بودن میترسم اینا حالا مریض شده باشن، یه مقدار گرفته باشن از این داستانا. حتما واسه اینا هم واکسن میزنم که اینا دیگه مریض نشه. بعد یه ویتامینی هم گرفتم که داخل آبشون بریزم که هیچ مشکلی نخوره، همه چی درست پیش بره دیگه. اینم از اینم از پرنده های عزیز که نگران اینا هم هستم که هیچ مریضی نگرفته باشن. اینم از این. دوستان عزیز اینم یه ویدیویی از دامپزشکی گرفتم، گفتم بذارم واسهتون. یه ویدیوهای روزمرگی دیگه، حالا چه اتفاقایی میفته و از این داستانا. امیدوارم دوست داشته باشید. دوستان برای حمایت از من حتما لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید. یه حمایت خیلی بزرگیه. زنگوله یادتون نره، زنگوله رو خیلی از دوستان فعال ندارن و ساباشون رو هم میپره، هم از این ور خبرم نمیشن که من چه موقعی لایو میذارم یا ویدیو میذارم. زنگوله رو حتما روشن کنید تا با خبر بشید از ویدیو لایو گذاشتن ما. مخلص شما، فعلا خدا نگهدار.